今、セラフィアさんの工房に来ています。セラフィアさんを映しますよ。なあこ、こんにちは、全部。声かけて。皆さんでご挨拶、サラーム。サラム、はい。せーの。サラム。مرسی مرسی. شما راجع تاریخچه کار رو راجع خودتون بگید من در خدمتتون من از سن 20 سالگی شروع به کار کردم. وجود سایت دیگه کار چی به تو حد نمیدونم. متولد 1300 شمسی هستم. 1921. 1921の生まれです。大体90歳。اول با مقدار کم کار شروع کردم. 最初خیلی کم کوچیک. اندازه سرمایه. 最初すごい小さい仕事を始まりました。ちゃんさ時。از 20 سالگی شد. 最初19歳20歳仕事始まるからあんまりまあお金のことでも仕事のことはゆっくりで小さいお店から始まって。بعد از چند سال که قدری کار توسعه پیدا کرد. どんどん仕事を広めて大きくなって。وضع بازار اقتصادی دنیا به هم ریخت. であの時は経済的にはどこでも国は全部悪くなりました。کار متوقف شد. کار仕事をやめてもうあんまり仕事なかった。 بعد از چند سال دو مرتبه でまた何年経ったら少し経済良くなってまだ仕事まだ始まりました。 کار را توسعه دادم また仕事をもうちょっと広い感じにして و شروع کردم به بهتر کردن کار. で数を多くなったんですけどでも絨毯のいい絨毯になるために一生懸命考えしました。 سعی کردم همیشه رنگ‌های گیاهی مصرف بکنم. 一番いつもなるべく自然の色を使ってで頑張りました。 تفاوت رنگ گیاهی با رنگ‌های جوهری اینه. وقتی ما با علف‌های مختلف این رنگ را درست می‌کنیم هر چه طول بکشه بهتر میشه. از بین نمیره. 実はその話は自然のこの間植物の色は何年経ってももっといい色だなる。全然悪くならない。例えば 10年になったら30年になったら多分少し変わるんですけどでも色悪くならない。もっといい色出ます。でもケミカルの色はそんなことない。全然変わります。 رنگ‌های گیاهی با علف‌های مختلفی که تو بیابون‌های هست اینا رو می‌ریزن تو آب می‌جوشونن. بعضی از این رنگ‌ها یک روز دو روز ممکنه اینها زمان ببره. هر چه جوشیده میشه اینا رنگش سیرتر میشه بهتر میشه. بعداً اگه تو آب بیفته فرق نمیکنه. اگه تو آفتاب بره فرق نمیکنه. 500 سال پیش از این فرشای رنگای گیاهی رو درست کردن الان تو موزه ها مثل روز اولش. و این اصل من すごく長くなりました。今の味の話は自然の色は、まあ、さっき私たちも見学しましたシラーズの中でいろいろ植物を山から持ってきてまだお湯の中に入れてたまに何日間かかりますよ水を入れて色によってそしたら500年でも色は悪くならない。 این اصل ما اون کار را ادامه دادیم و روز به روز کیفیت کارم رو نگذاشتم عوض بشه. خودم شخصا میگم کار خودم میگم تا حالا هم که دیگه تقریبا برچیده شده دیگه چون سنم دیگه
اقتضا نمیکنه دیگه، نمیشه کارهای روز به روز کم شده، مقدار شاید چند تا کار از قدیم مونده این باشه. اومده ایشوگه میگم باته زنده جوتان کدو داره کاور نیونیもうそろそろ年もなってるんですけど、もう大体もうそこはそろそろやめる感じです。今も残ってる絨毯持ってるはもうそろそろもう最後の方ですね。もう頭はもうこういうなんかもう力ない感じになってます。سرنوشت کار ماست. بعد از در سن 60 سالگی خودم شروع کردم به طرح کردن، جلوتر طراحی را از طراحی درجه 1 شهر نقشه می گرفتم، ولی وقتی که سنم به 60 رسید خودم شروع کردم به طراحی. 60歳までは街の中の図面描いてる人の一番偉い人、一番トップの人から使って、60歳から自分で図面描いて自分の思いを作ります。من خوابم کم بود، شبها میشستم نقشه طرح میکردم. 夜あんまり寝ないでずっと夜の中で図面を描きました。 اول فرش کوچیک طرح کردم، 最初の図面は小さい絨毯の図面です。 بعد فرش های 今度بزرگتر. 大きな図面を描いて وقتی دیدم که فرش های نقشه های فرش خودم بیشتر از اون فرش هایی که از دیگرون نقشه گرفته بودم استقبال کردم، بهتر میمدن، دنبال اونا بیشتر میمدن، کم کم فرش های بزرگتر شروع کردم. 仕事図面描いてる時絨毯作ってで後でお客さん見てやっぱり自分で作ってるの図面の絨毯はもっとお客さん買う人いますから、そしたらどんどん仕事を広げて、あと絨毯のサイズも大きく図面描いて、بعد از مدتی یک شب تصمیم داشتم یه فرش 2 متر در 2 متر یا 2 متر 3 متر در 3 متر درست بکنم. شروع کردم به کار کردن، نقشه رو به اون اندازه طرح کردم و چسبوندم. で小さい絨毯から一番もう頑張って3メートル ×3 メートルと2メートル ×2 メートルを、まあ前は小さい絨毯だけでした。ポジティみたいとで一番最初まず2メートル ×2 メートルを図面描いてすごい良かっただからまだ3メートル ×3 メートル図面を描きました。 وقتی نقشه رو 2 متر در 2 مترش تمام شد به نظر خودم خوب اومد، گفتم یکی توسعهش میدم، 3 مترش کردم. 先の話と同じだから2メートル2メートルをそこで自分の見たらすごいいい模様あってじゃあもっと頑張って3メートル 3メートルを作りました。 بعد باز به نظرم قشنگتر شد، 4 مترش کردم. もっともっとまだ頑張ってまだいいだから気持ちあってじゃあできる私もっともできます4メートル ×4 メートルどんどん大きな絨毯を باز قشنگ باز ادامه دادم 5 متر. 5メートル باز ادامه دادم دیدم رسید به 7 متر در 7 7 メートル ×7 メートルまでなってる وقتی این فرش 7 متر در 7 متر نقشه درست شد فکر 7だから大体50平米ですね نقشه فرشی تو بود. دیدم این فرش 7 متر در 7 متر خیلی بزرگ میشه، تصمیم گرفتم اینا فشرده کردم، یعنی اون 7 متر رو آوردم تو 5 متر، اینقدر ریزش کردم که به اندازه یه فرش 5 متر در 5 متر شد. で最初7メートルまで7 ×7 を図面描いて絨毯を持ってなんか見たらすごい大きいですからどうしますかで考えてじゃあこの図面をこのまま小さくにしてもっと細かくにして5メートル5メートル2メートルぐらいは小さくにしてでも模様をもっともっと小さい模様になりました。同じの図面だけどもっと細かい یه فرشی پای ریزی کردم
که در هر سانتیمتر مربع 204 تا گره میخوره. 一番最初の先生作ったのは1センチ角の中で204の結びある。素晴らしい。本当こんなに204。 حالا این فرش که وایه ریزی شد سرپرستی رنگش را رنگرزی که خودم رفتم بالا سر رنگرزی همه این رنگرزی البته همش تحت نظر خودم بود ولی چوی زیادتر بود زیادتر دقت で کردم 色を捨てる時も自分で全部ちゃんと見てやり方変わらないように一生懸命は見ました。 نقاشی رو پیدا کردم رنگ ها رو بهش گفتم این رنگ و این رنگ و این رنگ رو انتخاب کردم で自分は図面変えたんですけど今日皆さん見たでしょ図面をまず変えてあと色をつけて色をつける人に自分で頼んでどういう色を欲しいで人やるそこにました چندین سال خودم مرتب بهترین اساتید رو برای کار بدم ولی خودم مرتب میرفتم همه کاراشو رسیدگی میکردم 何年の間も一番いい先生だから図面でもおる人でも何でもの選んででも一生懸命自分は見ましたどういうふうにやる間違くないようにちゃんと毎日チェックしましたやるし فرش بافته داشت میشد وسط فرش دست شما دردم بفرمید من از میکردن غالبا میکشن همه اهل مردم رو میکشن از بین میبردن و این جزو افتخاراتی که بود ما زیاد آدم کشتن در اون موقع یک شاعری در ایران بود که یک شعری گفته بود شعرش مفادش این بود بنی آدم اعضای دیگرن در آفرینش از یه جورن اگه یه عضوی را به درد بیاره روزگار بقیه هم همه درد میگیرن و آخرش هم میگه تو که از دیگران از مهنت و ناراحتی دیگران بیغمی اسمت را نمیشه آدم گذاشت 今先生の話は私たちの国の中で大昔から詩人あってでも先生の話はサーディシラーズの13世紀の詩人の話で詩の中書いてあるいろいろ人間の話守ることもし誰か痛くなったら問題あったら世界中みんな問題になります 私たちこんな国です。大昔から時みんな殺する時でしたんですけど、800年前の話。こんなに芸術の国ですから、イラン。皆さん、この今先生言ってるの詩は、アメリカの国連の建物の上書いてあります。در اون موقع کسی که این شعر را میگه خیلی جرأت می‌خواسته برای اینکه ممکن بود پادشاه غضبناک بشه دستور کشتنش بده باشد ولی این شعر رو اون گفت این شعر به نظر من اومد در حافظه من مونده بود تصمیم گرفتم این شعر رو دور این قالی نوشتم بافتم 先生のこの詩をいつも頭の中で考えしましたすごいいい詩だからで後からいきなり頭の中入ってこの詩をいい詩だから絨毯の中入れればいいなこの中の絨毯入れました وقتی فرش تمام شد چندین سال طول کشید تا این فرش تمام شد همون هفته هفته همون که 5 در 5ش کردن 今の先生言ってる話は7メートルかける7メートル絨毯をもうちょっと小さくして5メートルかける5メートルですごいでも細かいでまだ詩人の詩も真ん中入れた وقتی فرش تمام شد من خودم حساب کردم دیدم این فرش از نظر خودم قیمتی نمیتونم روش بگذارم で絨毯終わってから自分で考えていくら考えて値段は決まりできなかった自分で絨毯でも
میدن که برای ناسن داشته فکر کردم اگر اینو من فروختم پول گرفتم افرادی ممکنه اینو بخرن که نفهمن این چیه 先生 پول دارا 考えたもしこんなに金持ちの人いるも私売ったら多分あの人分からないこの絨毯どのぐらい大事 من پول گرفتم ولی پول که برای من نمونه میذارم میرم این قالیز زیر پا اونا سابیده میشه بید میخوره از بین میره میریزنش من حیفم اومد که این هنر از بین بره お金もらったらで先生もお金をどうしても使う子供たちあの人たちも分かんないこの絨毯をどのぐらい大事でもう使って悪くなったらもうゴミにしますから تصمیم گرفتم که این رو یک جایی بفرستم که حفاظت ازش بشه قدرش رو بدونم چون اون شعر هم هدف سازمان ملل متحد هم همین بود که سازمان ملل میگه با هم دوست باشیم ملل یکی هستند فرق ندارن ایران و هند و ژاپن و چین و همه ما همه بشریم همه مساوی من تصمیم گرفتم این را بفرستم برای سازمان ملل متحد 先生の考えではいいところこの絨毯を悪くならないようにちゃんといい場所に送る考えたんだから一番最後アメリカの国際連合の中にどうしてアメリカの国際連合の目的もサーディの C と同じの意味ですからでこのサーディの C も建物の上に書いてありますからそしたらこのままアメリカに送ってきました همینجوری مجانی داریم بشه او کنه رو کامل شنیده او کنه مرد و نمیدونستم فکر میکردم من تا اینو بخوام اولا بدم اونا فوری میگن ولی من اولا با یونسکو تماس گرفتم یونسکو پیشنهاد داد که این رو سازمان بپذیره قبول وقتی که من خواستم این رو دارم سازمان و رفتم سازمان متوجه شدم سازمان که موزه نیست سازمان که انبار نیست یه ساختمانیه و 190 چند کشور نصفی از این که دولت ها و ملت ها یه اثری توی راهروها دارن نصفش دیگهشون هنوز جاگیرشون نیامده اون جا هم که به اینا دادن 2 متر در 2 متر 1 متر در 1 متر 1 متر و نیم در 2 متر اینطوره ハジさんは自分のイメージの中はアメリカの国際連合は博物館みたいなんかそういう感じであそこ入ったらもう全然壁のところは全然入るところもなかったみんな194カ所の国でみんななんか国から持ってきてあそこ置いてましただからどうしますかって考えしました بالاخره بعد از مدتی اونها اومدن و در تمام سازمان مدتی گشتن هیئت رئیسه سازمان هرشو که دیدن تو تمام این سازمان گشتن خوششانسی در 60 سال پیش از این که اینجا رو ساخته بودن همه تا آقا 3 متریه ولی یک سرسرای بزرگ داره که محل پذیرایی سازمان مللی که اونجا تاق 6 متریه で、サイズの問題もありました。どうして 5×5 でした。全部の中は高さは3メートルぐらいでした。でもみんな考えてお客さん入った時のアメリカの国際連合の中のサロン、セミナーサロンの中で天井は6メートルでした。だからあそこすごい運は良かった。 این خالی را وقتی بردن اونجا مثل که 60 سال پیش از این فقط این تیکه را درست کرده بودن و مش خوش شانسی ما این بود که اینجا محلی بود و گرفتن و عرض می شود که فرشا
کنو کابه او باشو کیمت داره کابه انا جوتا او کابه نیست که داره مینا بیکروشتا اون نگه باشو ده سوگوی نیا داره مینا رکوجو سای مای کارا سنسنو جوتا نو تامینی سخوت رو کانگی داشته داده من تلفن زدن که میخوایم قالی را ببریم بالا بیا دفعه من رفتم که ویزا بگیرم ولی اونجا یه اشکال پیدا شد که محلش رو نمیدونستم دفعه اول نتوانستم و برگشتم به من گفتن چیکار کنم گفتم قالی را شما ببرید بالا قالی را بدون اینکه من اونجا بودم تو سازمان ملل متحد قالی بردن و آویزون کردن اون نقش عکسش اونجا عکس دومی وسط اون درسته اما شاشی ده آمریکا کارا به کوکسا دین کارا دین باته سیرافیان سانو اویده کداسا جوتا او کابینه سریتا دمو چطور اصلا وقتی ویزا او چطور یوکو واقعا نگاته یاری گاته دکی نگاته اکیرامته مدته ما دارم موقع کار دیم با سه با ایو واسه اینایی تو که ما ایو استفاده بودیم اما شاشی مسئول است من دو مرتبه از من دعوت کردن رفتم اونجا دیدم بهترین جا انتخاب شده محلی که تمام رؤسای دول وقتی میرن اونجا اینو میبینن ما تا شورتاشته سیگا بیزن از کوی طرف سوگوی جبون رو بکروشتا سوگوی ای تو خورده دارده ما انا حیث تو که ارائهش تو کار جوتا و میره تو خوردشتا این سرنوشت تا آخر این قالی که الان اجازه بدم یکی یه دونشه بیارم اینا بهشون کنو جوتا نو مونا قطری و کومده داشته است این مالا تو مالا چیگاه جوتا اینا میسته است دایسته مولا انا دایی با کناشتا بزنی انا نیرو تو کرده سکوتاری رو انا دایی با کناشتا کرده من رو میدم国際連合入ってます1枚え1枚ずついただけるんですか？わあ、Thank you. いや取らない Thank you. Get just not the camera. کدومش کنم؟ سازمان ملله این بار سازمان ملله بله الان کوکسای لنگونا این اشکال بود